ما در اخیر برای تمام ملت افغانستان، چون بحث ما ارزش خون مسلمان بود، این میگم که ملت مسلمان، ملت مجاهد پرور، الله سبحانه تعالی برای ما و شما بزرگترین نعمت عقل داده. هر لحظه ای که به طرف جهاد قدم میگذاریم فقط نگاه کنیم که در این راه رضایت الله سبحانه تعالی هست یا نیست. به خاطر اینکه اشاره کردم که اگر نماز فاسد شد جبران داره و اگر روزه فاسد شد جبران داره، حج فاسد شد جبران داره، اما اگر شخص رفت و کشته شد و شهادتش مورد پذیرش الله قرار نگیرید دیگه جبران نداره. ملت مسلمان افغانستان، به خاطر الله سبحانه و تعالی تا چی وقت ملت افغانستان به خاک و خون بسوزه؟ نگاه میکنیم به داخل افغانستان موسفید، پیر، جوان، زن، مرد به خاک و خون میسوزه. نگاه میکنیم خارج از افغانستان به طفل 6 ساله افغانی تجاوز صورت میگیره. در حال غربت، غم، به یک طرف به طفل 6 ساله، به دختر 6 ساله تجاوز میشه، به قتل میرسه، بالایش تیزاب انداخته میشه، به آتش کشیده میشه. تا کی به این درد و رنج و غم ملت افغانستان بسوزه؟ از یک طرف دیگه نگاه میکنیم مهاجرینی که با درد و رنج و غم عازم کشورهای دیگر شدن، یا به دریا غرق میشن یا بالاخره مورد حتک و بی‌حرمتی و بالاخره اینها قرار میگیرن. ملت افغانستان در کشورها آواره، بیچاره، سرگردان، پریشان. به داخل افغانستان هم ملت مسلمان هم دیگر را تحمل کنید. به خاطر الله سبحانه و تعالی با فهم قرآن و احادیث رسول صلی الله علیه وسلم آشنا شوید. بیایید همه اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی داشته باشید. تو کسی که عشق جهاد در قلب توست، واقعا عاشق جهاد هستید، شرایط جهاد را بخوانید، فقه جهاد را بخوانید، اخلاق یک مجاهد را واقف شوید و بعد قدم در عرصه جهاد بگذارید. اگر فقه جهاد را نخواندید، استطاعت خواندنش نداشتید، توان جهاد را نداشتید، خدا از تو پرسان نمیکنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. رسول صلی الله علیه و سلم وقتی مجاهدین را تشکیل دادن طرف جیش الاسره، عده‌ای از صحابه آمدن که یا رسول الله ما شمشیر نداریم، ما اسب و شتر نداریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن در خانه خود بمانید، نیت شما کفایت میکنه. اما امروز باید یک انسان عاقل، یک مسلمان، رسول الله میفرمایند المؤمن کیس، مؤمن باید زیرک باشه. والله قسم دوست دارم برم به جهاد، والله قسم دوست دارم در راه الله تکه تکه بشم. از الله همیشه خواستم که بار الها پروردگارا، این جان ناقابلی که من دارم فدای دین تو، فدای اعلای نام تو، فدای بلندی نام تو، فدای دین و اسلام و قرآن. همه ما عاشق جهاد هستیم، اما ملعبه نشیم، بازیچه دست این اون قرار نگیریم، به فتواهای بالاخره گمنام عمل نکنیم. معلوم نیست کی فتوا میده. برو جمعیت رو بکش، همه کافرن. این فتوا را کی داد؟ ملت ها را فتوا میدن که فلان ملت ها کافرن. رسول صلی الله علیه وسلم میفرماید من قال لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که لا اله الا الله بگه داخل بهشت میشه. رسول الله چهره نازنین تغییر کرد، به اون صحابه با خشمگین گفتن که آیا سینه او را شرح کردی، سینه او را شرح کردی که او از ترس لا اله الا الله گفت؟ حق نداری. رسول صلی الله علیه وسلم اجازه کشتن عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس منافقین را ندادن که در برای رسول الله اظهر من الشمس بود نفاقش، منافقتش. قتل، کشتن خیلی سخته، خیلی سخته. از تمام ملت افغانستان، از تک تک ملت افغانستان، از هر انسانی که با این زبان من میفهمه و میدانه در هر گوشه ای از دنیا هست، متوجه باشید که انسان یک مرتبه به دنیا می آید، یک مرتبه از دنیا می رود. پاک آمدید، پاک از دنیا بروید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. ذره ذره الله حساب میکنه. الله سبحانه و تعالی ذره ذره از من و شما، از ساعت و ثانیه عمر ما حساب میگیره. ما اگر کسی به دست ما به ناحق کشته بشه، نعوذ بالله من ذلک، چقدر سخته که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها.
همیشه در جهنم ماندن، غضب پروردگار، لعنت پروردگار، عذاب عظیم پروردگار. پس به هر حال متوجه باشید که دست من و تو مسلمان به خون ناحق آلوده نشه. ارزش مؤمن به نزد الله بالاتر از کعبه هست، بالاتر از هر شیئی که تو میدانی. ارزش یک مؤمن بالاتر هست. عزت از آن خدا، از آن پیامبر خدا، از آن مؤمنین هست. الله سبحانه و تعالی عزت و سرفرازی و سربلندی نصیب امت اسلامی بگردانه. او عزتی که ما در صدر اسلام داشتیم الله به سوی مسلمان ها پس بر بگردانه. پروردگار عالم مجاهدینی که در هر گوشه از دنیا به عشق جهاد حرکت کردن، الله توفیق بده که فهم جهاد، فقه جهاد، معنا و مفهوم و اوصاف و شرایط جهاد اول کسب بکنن و بعد در این راه مبارک قدم بگذارن به امید پیروزی و سرفرازی و سربلندی امت اسلامی، خصوصا ملت رنج دیده افغانستان. در هر گوشه ای از دنیا قرار دارید، موفق باشید. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.